سلام خدمت شما دوستان و همراهان کانال جنگال. خیلی خوشحالم که با یکی دیگه از برنامه ها در خدمت شما. اگر تا حالا عضو کانال نشدید و با ما همراه نبودید حتما عضو کانال بشید تا با جدیدترین اطلاعات جنگ غزه همراه ما باشید عزیزان. با یه بروز رسانی دیگه از جنگ غزه. همونطور که میبینید این یک نقشه کلی از جنگ غزه که اگه ما بخوایم وارد جزئیات بشیم در نقشه بعدی شما میبینید، البته من نقشه قبلی توضیح بدم، این منطقه شجاعیه است، زیتون، بیت هانون، بیت لاهیا، اردوگاه جبالیا، خود شهرک جبالیا و این منطقه شیخ رضوان. همونطور که شما در این خط آبی میبینید اسرائیلیا سعی کردن از این خیابان از صفداوی پیشروی کنند و این خیابان رو با زرهی هاشون عبور کنند و برسن به این نقطه زرد رنگ که تقریبا این مناطق درگیری هستش که الان زیر آتش توپخانه و تانک های اسرائیلی هست. یه فیلمی رو به گردان های سریال قدس وابسته به جهاد اسلامی در کانالشون پخش کردن که ما اگه ببینیم داره نشون میده خمپاره با از طریق کاتیوشا و خمپاره دارن محل استقرار نیروهای اسرائیلی رو هدف قرار میدن. البته این فیلم بعدی، بله این فیلم همونطور که ببینید شما میبینید که در این محل استقرار نیروهای اسرائیلی رو توسط با این خمپاره های 120 که قدرت تخریب زیادی داره، البته با ظاهرا قاعدتا با فاصله نزدیک از استقرار نیروهای اسرائیلی دارن، چون بردشون حدود شاید تا 10 کیلومتر تا 12 کیلومتر هست. همونطور که میبینید نیروهای اسرائیلی با این کاتیوشای 120، البته در فیلم های دیگه هم با با خمپاره های 60 ببخشید با این خمپاره های 120 و با خمپاره های 60 که یه جورایی خمپاره که حملش راحت تو کیف میشه اونها رو حمل کرد و با فاصله البته 1 کیلومتر تا 2 کیلومتر محل استقرار نیروهای اسرائیلی رو هدف قرار داد. فیلم دیگه هم وجود داره در همین محور از صفداوی و خیابان الجلا که اگه ببینیم در این نقطه شما میبینید که نیروهای مقاومت اینجا استقرار پیدا کرده و در این نقطه یه تانک اسرائیلی رو هدف قرار میده و این هم شادی این رزمنده فلسطینی که در نوبه خودش جالبه. اینم از نشان بدهم. و یک مسئله دیگه که خیلی مهمه، شما محورهای پیشروی اسرائیلی رو ببینید. هنوز که روز 64 از جنگ تقریبا 2 ماه گذشته، اسرائیلی ها در این مناطق که عموما کیسار و باغه، به مناطق مسکونی نیست و قاعدتا نیروهای چریکی حماس و جهاد اسلامی که نیروی منظمی نیستن، در این مناطق قابلیت دفاع کردن ندارن. اصلا به لحاظ نظامی هم دفاع کردن در این مناطق خودکشی، چون نه زرهی دارن نه ادوات و از هواپیما دارن که بتونن آنها رو پوشش هوایی براشون ایجاد کنه. مزیت مقاومت جنگیدن در مناطق شهری با استفاده از عارضه‌های ساختمان و تونل هاست. همونطور که می‌بینید اسرائیلی در این مناطق هستن و زیر ضرب همون خمپاره‌های 120 نیروی مقاومتن و در این مناطق ماندنشون در این مناطق چیزی جز خسارت و چیزی جز
آسیب براشون هیچ آیدی دیگه ای نخواهد داشت. همونطور که میبینید مناطق شهری غزه در دست بعد از 60 روز با استقرار تقریبا 150 تا 250 هزار نیرو تا 2000 تانک و نفربر و دیگر ادوات زرهی، هنوز اسرائیلی ها نتونستن در غزه به دستاورد خاصی برسن. هر روز، روزانه، به طرف تلاویو و شهرهای دیگه راکت ها پرتاب میشه. حماس در اینجا نیروی نظامی خودش رو حفظ کرده. ما عکسی از اسیر فلسطینی کشته های سربازهای حماس نمیبینیم، برخلاف اسرائیلی ها. حالا قاعدتا مطمئنا افرادی هم کشته شدن، ولی تعداد آنچنان تعداد زیادی نیست. که تقریبا تخمینی که زده میشه که حماس حالا 80% از ظرفیت نظامی خودش رو تونسته حفظ کنه، فقط حماس. شما در کنارش دیگر گروهایی مثل جهاد و گردانهای الاقصی هم هستن. همراهان کانال جنگال، از اینکه تا اینجای ویدیو همراه ما بودید تشکر میکنم. حتما عضو کانال بشید، لایک کنید و در نظرات دیدگاه های خودتون رو به ما بگید. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.